أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من ختم به النبيون وعلى آله وأصحابه الذين هم قرة العيون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیرامون سوره قارعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قارعه مکی است و دارای 11 آیت است. قارعه یکی از نامهای روز قیامت است، مانند غاشیه و حاقه و صافه، یعنی در هم کوبنده دلها. از جهتی حول و حراسی و مشکلی های روز قیامت ایرا قارعه نامیدند. خداوند در این آیه می فرماید القارعه یعنی همو در هم کوبنده. مل قارعه، ای محمد صلی الله علیه و سلم چی دانان تو را که چیست قارعه؟ یعنی که دوم بار تأکیدش به خاطری حول و حراس و دهشت همون روز است که تو ای که جالی او حول و حراس قیامت میدان. یعنی که انسان به انتها و کنه او رسیده نمیتونه که او روزی مشقت خیلی روزی وزنین و دهشتناک است که انسان ها در یعنی هر حالت می باشند که در سوره عبسه می فرماید استعاذ بالله یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة و وجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة اولئک هم الکفرة الفجرة. یعنی میگم روز قیامت روزی است که میگریزد انسان از برادرش. یوم یفر المرء من اخیه، برای چی پیش از پدر و مادر نامی برادر. اگر برای یک انسان اگر با کسی جنگ خرخشه شود، اول برادرش میره و پشتش میگیره. به همین خاطر اول گفتی روز قیامت روزی وزنی است که انسان از برادر جانش که در دنیا در برش بود از او میگریزه. و امه و ابیه، و از پدر و مادرش که اینقدر رأفت و محبت و مهربانی میکردن برای او از او میگریزه. به خاطر چی میگریزه؟ همه از ترسی وحشتی دهشتی او روز که مبادا که چیزی از من بپرسه و اگه چی ثوابی را طلب کنه گفته، به همین خاطر از پدر و مادرشان میگریزه. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنیه. صاحبه زن میگن، از زنشان میگریزه. و بنی از فرزنداشان میگریزه. قدر مقصد در دنیا مهربان بود برای فرزنداش، از اونها هم میگریزه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، برای هر یک انسان یک گرفتاری هست که او از روی همون کار گرفتاری که خودش در همون گناه و گرفتار است، از او روز از همون گناهش میترسه از خداوند. از همین جهت دیگه بر کار دیگرها دیگه وقتی نمیآورد که کار دیگرها را بینه، فقط به خاطر جان خودش میگریزه از دیگرها. وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة، در اون روز میگه ذاتها و انسانهایی هستند که رویهاشون سفید است و یعنی بسیار خرسند هستند، یعنی اهل ایمان و اهل عبادت هستند و یعنی که دلشو پرشیده است که خداوند برای اونها جنت را آماده کرده است و نعمتهای جنت. و وجوه یومئذ علیها غبره، و بعضی ذاتها و انسان‌ها هستند که رویهاشون میگه غبار آلود است. ترهقها قطره، سیاهی به غبار آلوده شده است. یعنی که رویهاشون سیاه است انسان‌ها را، با در برابر سیاهی با گرد و غبار، یعنی بسیار دهشت بی‌زیب است که انسان‌ها یعنی که در هراس و در ترس و هم از چی قاطرند، میدونن که خدا برای اونها آتش جهنم آماده کرده است. از همین جهت اولئک هم الکفرة الفجرة، همو انسان‌هایی که قدر رویهاشو زیشتن دیگه امیدی است یعنی که ثواب ندارن و به سوی دوزخ روانه هستند، اونها کسانی هستند کافر هستند، در دنیا منکر خدا هستند، یعنی که و بدکار هستند. اولئک هم الکفرة الفجرة، اونها کافرهای بدکار هستند. خداوند همه ما و شما را از این یعنی که دهشت روز قیامت نجات بده.
یعنی انسان‌های مسلمانی عابدی که در دنیا اطاعت کردن خدا را و فرمان بردن، اونها در اون روزی که این قدر کتاب‌ها یعنی دهشت او را بیان میکنن، انشاءالله که اونها مفسرین میگویند که اونها از این دهشت و هراس آزاد هستند. یعنی که چنانچه که حضرت نوح علیه نبینا السلام دنیا غرق شد و مردمی که با همراهی نوح بدن، یعنی که از همه اون مصیبت ها آزاد بدن، همین خیلی انسان‌های اصلاحکار، انسان‌های یعنی که عابد و انسان‌های فرمانبردار همون روز انشاءالله که از اون عذاب یعنی که نجات یافتگی هستند. خدا خواهد انشاءالله انسان‌های اهل مسجد، اهل تقوا، اهل نماز و روزه و حج و زکات. و خداوند در یه آیات میفرماید استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی کسانی که به خدا ایمان آورده اید داخل شوید در اسلام با پرگی، با تمامی شرایط اسلام قبول کنید. یا انسان میگه من مسلمانم، نه نماز داره، نه روزه داره، نه چی داره، اکثریت حدیث ها رو میگن از اسلام خارج است. فقط به زبان نمیشه بگی من مسلمانم یگانه. این خداوند در این آیات میگه که ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام با پرگی داخل شوید. نماز قبول کنی و روزش قبول نکنی، یا روزه و نماز قبول کنی و زکات قبول نکنی، این با پرگی در اسلام داخل شوید. در دایره اسلام با پرگی میگه خداوند داخل شوید. و پیروی وسوسه های خطوات، گام های شیطان، وسوسه های شیطان، فریب های شیطان، یعنی که از دنبال اون نشوید، برای که او شیطان برای شما چی است؟ دشمنی آشکار. وقتی او را از همون روزی اول که آدم از سجده نکرد، او را که رانده کردن، از همون روز دشمناگیش اعلام کرد. من در حقیقت می اندازم تمامی بنده های تو را گفته خداوند برای هم میگه که برای شما دشمنی آشکار است، شما پیروی نکنید. القارعه ما القارعه گفتیم، یعنی قارعه چیست؟ قارعه و ما ادراک ما القارعه. سوم با قارعه را خداوند برای حول و هراس دهشت روز قیامت گفت که و ما ادراک ما القارعه، با تفسیرش من خداوند خودش قارعه را که یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روز قیامت، دهشت قیامت روزی است که مردم مانندی پروانه های دیوانوار، مانندی پروانه ها هر سو می دوند. یعنی پروانه ها یک حشرات احمق خچه در آتش میزنه، میسوزانه در همون روشنی چراغ، همون را پروانه میگن. انسان ها مانندی همون پروانه دیگه بی سرانجام میشن که هر طرف میدوند از ترس حول همون روز قیامت. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، هر پرنده و هر حشراتی که خچه در آتش میزنن یعنی که میمیرانه، همون انسان هم هر طرف پریشان میشن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. همون روز قیامت میگه روزی است که کوه ها مانندی یعنی که پشمی کوفته شده، یعنی پشمی کوفته شده، رنگ کرده شده. به خاطر چی؟ مثال پشمی یعنی که سوخته رنگ کرده شده، به خاطر که پشم اگر ناسوخته و رنگ ناکرده باشه بسیار وزنین است. همون قدر این کوه ها سبک میشن که مانندی همون پشم سوخته شده، رنگ شده پرواز بکنن. یعنی که و کل عهن المنفوش گفتن، مثال پخته هایی که رنگ کرده شدن مانندی او کوه ها در سیر میدرند. در سوره اذا شمس هم گفته و الجبال سویرت و اذا الجبال سویرت، هر وقتا که کوه ها سیر میکنه که پریشان میشن، پراکنده میشن هم دیگر. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. خداوند به انسان ها را در روز قیامت به دو گروه جدا کرد که و اما کسایی که نامه اعمال یعنی که در نامه اعمال ثواباش نسبت گناهاش زیاد باشد، ثقلت موازینه، وزنین شود، یعنی که ترازوی اعمال نیکیشان، فهو فی عیشة راضیه، بس اونها در زندگی گوارا هستند، در زندگی که خود راضی هستند. یعنی که وقتی که نامه اعمالت وزنین شد، گناهات برداشت بالا، وزنین شد کارهای نیکت، ثوابات یعنی که وزنین شدن، گناهات سبک شدن، او در یک زندگی عیشه گفته
یک یعنی کمال نعمت، یعنی که بالاتر از همه نعمت دیگه یگان نعمت دیگه بالاتر از اون نمیمونه دیگه. عیشت راضیه بسیار در زندگی که خودش راضی است. این انسان ها چیان؟ بهشتی هستند که روی هاشون سفید است و مستبشره هستند که به اولادها و خیش تبارش بشارت میتین که ما اهل یعنی که سعادت و اهل خوشبختی شدیم گفته مبشره هستند. خب و اما من خفت موازینه، و اما کسایی که میگه او گروه دیمه که سبک باشم، یعنی نامه اعمال نیکش و ثوابهاشو اگر میگه در ترازوی اعمال سبک باشه و گناهاشو از مین، فامه هاویه، بس میگم مادر او هاویه جهنمه. به خاطر چی خداوند در اینجا مادر او هاویه است گفت؟ به خاطر که مادر فرزند در آغوش میگیره، همچنانی که در آغوش او خوب جا میگیره و شیر میخوره، همون خیل انسان دوزخی در داخل دوزخ همون خیل به حضور جا میشوه. مادر او هاویه است، یعنی امه هاویه یعنی جهنم است. با خداوند میفرماید که ما ادراک ما هی، یعنی او جهنم اونقدر دهشت و قدر عذاب سخت است که میگه تو از کجا میدونی ای محمد صلی الله علیه و سلم که هاویه چی است؟ یعنی او را عقل انسانی عذاب روز قیامت، عذاب دوزخ درک کرده نمیتونه حتی با فکرش که چقدر وزین است. با خداوند در آخر خودش بیان میکنه که نارون حامیه، یعنی همو هاویه چی است؟ آتشی سوزنده، آتشی یعنی که در هم کوبنده و سوزنده انسان پاره پاره کننده است او آتش. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که نار بنی آدم التي توقدون جزءا من 70 جزءا من نار جهنم، آتشی که شما برافروخته میکنید در دنیا یک جزء از 70 جزء آتش دوزخه. اندکترین جزش در ما و شما آتشی که دنیا رو میتونی به آتش بسوزونی، اما از 70 یا حسی آتش جهنمه. و این اهون اهل النار عذابا من له نعلان یغلا منه دماغه، سبکترین عذاب دوزخی ها میگه یه انسانی است که دو کفش در پاش میپشونن، به مجرد پشوندن همون دو کفش مغز سرش در جوش میاد. آسونترین عذاب میگه دوزخی ها همیه. وقت نگذرم چیده؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. پروردگار ما و شما را توفیق برای راست هدایت نه، برای کسانی که انعام کرد نرای کسانی خشم گیرد نرای گمراهان را، و از این آتش های هاویه و حامیه و جهنم همه ما را نجات بیاد داخل جنت به فضل کرم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گذشتگان همه ما را به سبب این امر معروف ها و نهی منکر ها خداوند غریق رحمت شایسته جنت. الله اکبر.